وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک نوار حادثه پرسر و صدای قتل وحشیانه ساکن جیهون و 3 فرزند او را مفصل شرح داده است. در نوار گمانبران نقل میکنند که چگونه با یک بیرحمی خاص عضو یک عائله را با استفاده از تبر در زمینه خصومت و بدبینی و رشک به قتل رسانیدند. در نوار وزارت کارهای داخلی از گمانبران همدهگان جبر دیده ساکنان ناحیه جیهون قیام‌الدین نصرالدینوف و حیب‌الله محمد غیور نام برده می شود. قیام‌الدین نصرالدینوف یکی از گمانبران در نوار نقل میکند که دوستش حیب‌الله محمد غیور گفته است که جبردیده اهلیدین محمدوف با عائله وی میگردد و موصوف همراه حیب‌الله محمد غیور از حساب رشک عضو عائله اهلیدینوف را به قتل رسانیده است. وقتی خودم خانه اجتماعم رفت نموز حادثه میشود نموز خانه اجتماعم رفت بعد در شام منم رفتم خانه اجتماعم همونجا قطعی آیلم مثلا جنجال میشید بعد رفته اهالین فیروز کردیم همونجا رزبار کردیم جنجال کردیم بعد اهالین آیلش کشید بود من آیله من خانه شده بعد من خانه اومدم خانه اجتماعم ساعت 2 شب خیستیم لقوم پوشیدم خطیم حبیب‌الله محمد غیور دو تواره گرفتن ساعت 2 شب خانه اهلی رفتیم در اومده یکم خانه هم با اهلی در اومده اهلی را با زنش یک بچهش زدیم بعد از بر اومده دیگه خانه را بلکوی یعنیش زدیم سرکره بعد شپیده درگیریم خانه را. همراه حیب‌الله محمد غیور دو تبر را گرفته خانه اهلیدین رفتیم. یکم اهلیدین با زنش و یک بچهش زدیم. از آنجا برآمده در خانه دوم بچه های دیگرش را زدیم. سلیارکه چاشیده خانه را آتش زدیم. چنین نقل میکند رفت حادثه را گمانبر قیام‌الدین نصرالدینوف. گمانبر دوم نیز این گفته ها را تصدیق میکند و میگوید که رفت حادثه را 3 روز پیش همراه قیام‌الدین نصرالدینوف مسئولیت کرده بودند و چنین جنایت را او همراه قیام‌الدین صادر کرده است. در این نوار که 18 اوگوست نشر شده است دیده می شود که چگونه یگانه شاهد این حادثه همسر خاندان لطافت عزیزوه که در این حمله زنده مانده بود با اشاره به سوی یکی از گمانبران تصدیق می کند که محض او به خانه آنها حمله نموده شوهر و 3 فرزندش را به قتل رسانید. وزارت کارهای داخلی در نوار صحنه حادثه را نشان می دهد که در آن خانه و در و دیوار از خون آغشته بوده، دیوار و فرش آن باز مانده از سوختار است. این نهاد می گوید بعد این حادثه هر گونه آوازه و تخمین و گمان ها بین مردم پهن شد و حتی گمان می رفت که گمانبران این جنایت مدهش عمل دست گروه های تروریستی باشد که آن از سوی مرز آمده وضع آسایشته کشور ما را خلردار کردند، ولی با کمک کارمندان حفظ حقوق این اندیشه باطل برآمد. گفته می شود که گمانبران به خاطر نیست کردن ایزی جنایت خانه را آتش زدند. در ادامه گفته می شود که هر دو گمانبر ماه اپریل سال 2021 برای صادر کردن جنایت دزدی دستگیر شده، نسبتشان جریمه تعیین گردیده بوده است. وزارت کارهای داخلی میگوید وابسته به جنایت مذکور نسبت گمانبران با ماده 104 قسم 2 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. یادرس میکنیم که این حادثه فاجعه بار 12 میون سال روان در ناحیه جیهون رخ داده بود. آن زمان گفته میشد که با تبر یا اشیاء دیگر با آن مانند اهلیدین محمدوی 39 ساله و 3 فرزند نابالغ 8، 13 و 14 ساله او کشته شدند. مادر این خانواده با یک پسر 11 سالش توانستند که فرار کنند و در بیمارخانه بعدی طبابت سالم شدند. بعدا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده بود که هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا با گمان صادر نمودن این جنایت مردان 37 و 33 ساله ساکن جماعت دهاتی قمسنگیری ناحیه مذکور دستگیر کرده شدند.